ساحل خوب، آفتاب درخشان، دور از ازدحام معمول در فصل شنا. اینک آپارتمان سازی در کنار دریا برای کسانی که زندگی در آپارتمان ساحلی را تنها به خاطر داشتن چشماندازی وسیع‌تر به دریا و جنگل نمی‌خواهند. در کنار تجهیزات کامل یک ساحل خوب، برای اولین بار در ایران آپارتمان سازی در کنار دریا در دهکده ساحلی قاضیان. دهکده ساحلی قاضیان متکی بر تجربه چندین ساله شهرسازی با تمام امکانات زندگی در یک شهرک ساحلی، ساحل خوب، رستوران، سلف سرویس، دانسینگ، کلوب‌های ورزشی، پارک تفریحات کودکان و بارهای ساحلی بهترین امکان را برای داشتن یک ویلا یا یک آپارتمان در کنار دریا به وجود آورده است. برای دیدار از اولین مجموعه آپارتمانی در کنار دریا و نمونه‌های آماده شده از دهکده ساحلی قاضیان دیدن کنید، با هواپیما یا از طریق جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی. اگر شمال را گشت میزنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. همینجاست، در ایران است. تا فرودگاه رشت فقط 30 کیلومتر فاصله دارد. اما طبیعت را مهار کردن امکان استفاده از آن را بیشتر و بهتر می کند. امکان ورزش های فرح بخش، اسب سواری، اسکی روی آب باید از زمان خواهش کرد کندتر سپری شود. فراموش نشدنی است روزها و شبها. اگر شمال را گشت میزنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. ویلاها هیچ یک شبیه دیگری نیست. تنوع دارد، بزرگ و کوچک است. آرشیتکتورهای جدیدی به نمایش گذارده می شود در دهکده ساحلی قاضیان. بارهای ساحلی، رستوران دانسینگ، ورزشگاه‌ها، استخر، فضای سبز، دریا، آفتاب، قایقرانی، از تعطیلی هر چه بیشتر انتظار داشته باشید اینجا فراهم است در دهکده ساحلی قاضیان. حتی زمستان ویلای شما خالی از شما نخواهد بود، چون جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی را در پیش خواهید داشت. بهار دست کم باید چند روزی اینجا بود. پاییز دریا و شمال خیلی دیدنی است. تابستان هم که نمیدانم. اطلاعیه: پروژه آپارتمان سازی دهکده ساحلی قاضیان همکنون در دست اجراست و به زودی آماده بهره برداری خواهد بود. وجود امکانات ورزشی در فصل تابستان تعطیلات را پرثمرتر و بارورتر می کند. محیطی مساعد لازم است تا هر کس بتواند به ورزش دلخواه خود بپردازد و همراه با یک استراحت کامل از تعطیلات خود لذت ببرد. دهکده ساحلی قاضیان با مجموعه‌ای از ویلاهای محصور در فضای سبز شمال، اینک
برای اولین بار در ایران اقدام به ساختن آپارتمان در کنار دریا کرده است. آپارتمان‌هایی با مساحت‌های گوناگون در قلب دهکده ساحلی قاضیان. برای دیدار از اولین مجموعه آپارتمانی در کنار دریا و نمونه‌های آماده شده از دهکده ساحلی قاضیان دیدن کنید. با هواپیما یا از طریق جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی. با استفاده از تمام تجهیزات یک شهرک ساحلی، رستوران، سلف سرویس، دانسینگ، بارهای ساحلی، کلوب‌های ورزشی و پارک‌های کودکان بهترین شرایط را برای داشتن یک آپارتمان در کنار دریا به وجود آورده است. اگر شمال را گشت می‌زنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. خیابان، دریا، مردم، آسمان، آفتاب، باران، آسایش، تفریح، آرامش، ورزش، اسکی روی آب، ویلا، انواع مسابقات، اسب سواری، رقص، رستوران، قهوه بعد از ظهر توی ایوان، فضای سبز، استراحت، هیجان. از زمان باید صمیمانه خواهش کرد قدری آرامتر در دهکده ساحلی قاضیان. حتی زمستان باید اینجا بود. تا فرودگاه رشت فقط 30 کیلومتر فاصله دارد. به علاوه با اتومبیل جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی را در پیش خواهید داشت. بهار و پاییز فصول شاعرانه شمال است. تابستان هم که مشکل است خداحافظی با دهکده ساحلی قاضیان. تعطیلی ها را باید از کسالت درآورد. ویلاها از بی‌حوصلگی ردیف های یک نواخت درآمده است. آرشیتکتورهای جدیدی به نمایش گذارده می شود. اگر شمال را گشت می زنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان. آفتاب درخشان، ساحل خوب بندر پهلوی و مناظر زیبای مرداب این بندر را به شما پیشکش می‌کنیم. اطلاعیه: پروژه آپارتمان سازی دهکده ساحلی قاضیان همکنون در دست اجراست و به زودی آماده بهره برداری خواهد بود. آپارتمان سازی در کنار دریا برای اولین بار در ایران. مجموعه‌ای زیبا در خور قیاس با معیارهای جهانی آپارتمان سازی در قلب دهکده ساحلی، متکی بر تجربه چندین ساله شهرسازی و با تمام امکانات زندگی در یک شهرک ساحلی. ساحل خوب، رستوران، سلف سرویس، دانسینگ، کلوب‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی کودکان و بارهای ساحلی بهترین امکان را برای داشتن یک ویلا یا یک آپارتمان در کنار دریا به وجود آورده است. برای کسانی که زندگی در آپارتمان ساحلی را تنها به خاطر داشتن چشماندازی وسیع‌تر به دریا و جنگل نمی‌خواهند. برای دیدار از اولین مجموعه آپارتمانی در کنار دریا و نمونه‌های آماده شده از دهکده ساحلی قاضیان دیدن کنید. با هواپیما یا از طریق جاده خوب و قابل اطمینان تهران بندر پهلوی. اگر شمال را گشت میزنید، حتما دیدن کنید از دهکده ساحلی قاضیان.